پلیسم. نوروز نساشچیک به طرف من با یک شادی و خرسندی صمیمی نگریستد. این صدای چیست؟ کی می آید؟ خدایا احمد در کجاست؟ عشقم در این صحنه مگر این خیل نقش بود؟ کارگردان زمانوی است. تاریخ را با فیلم های معاصر آمیخته کرده است. تو کی هستی؟ جناب من کالتاکیل هستم. انا این اون علی دیوانه. ایستا لعنتی. سردارم تسلیم شوید. مگر دیوانه اید؟ کالتاکیل از میگوریدن جنایت را وی کرد. بیانیه تجیلی سنگ زنه. شما چی کار میکنید؟ کالتاکیل از میگوریدن. مرا سرده. بیشتر را گپ بکن میگوریدن. رهایم کنه. کاش استادم را میدیدم سوال دویمم را میپرسیدم. استاد؟ هجری؟ استاد سوال دویمم را پرسا. هجری پسرم تو چه خیلی مرا شناختی در رویم خوب نیست مکن؟ هست؟ نیست؟ هست کو یا خدایا راستی گپ چشمانت خوب میدیدن هجری. حاضر استاد بای. استاد آخر سوال دویمم را پرسیدم. اکنون این سوال سری مرا گرنگ میکنده. باز میگوید که مرا چه خیلی شناختی. من بوی شما را 100 کیلومتر حس میکنم. مرا از اینجا آزاد کنید. آزادم کنید. کالتاکیل در بیرون من در اینجای خیل نمیشد. باید برعکس باشد. لوین شیر بچه من کنی پسرم از اینجا آزادم کن. سردارم شما پادشاه را پرانید. آزاد کردن نمیشم. کدام پادشاه؟ دیوانه هستی؟ شاه جهان رو خدا را شکر زنده است نمرده است. اونا تعمیر نمیدونستی که با تئاتر حمله کردن و یک هنرمند در کشتن این جنایت کلان است. هم مردک با کودک بایسته سر کردی. تو دیونه چی تو؟ پسرم همش از پشتون کالتاکیل به شرفشون میگویم. کالتاکیل از بسر شما چی بلاهای ناور. ببینید ینگه اهل شما رو ترک کرده طلاق کرده گریخته به خارج رفت. ایش بس نبود که با اکتور تئاتر پرونده اکمال به خدا در سرت میزنه سه چهار ستاره در ترمه میپوسی میره. برای شما به خدا دلم سخت میسوزه سردارو سخت. از راستی؟ لوینت میدونی چی؟ دلی من هم برای تو میسوزه. برای چی؟ بیا به گوشت میگویم. بیا بیشرف.
سردارم با خدا نفسم گیره. بغیت میکنم دلم به تو میسوزد. سردارم شما چیکار کرده ایستادید از برای خدا؟ شما چقدر دلسوزی بیمانی داشته؟ گردن من اونقدر بقوت نیست نکنیش. دیوانه اگر مرا از اینجا نبراری با وجدانم قسم میخورم که تو رو بغی کرده میکشم. سردارم با دقت گوش کن. من آدم قانونیم. قانون گوش میکنم. یه چکلاوش ندی. پسرم من پلیس هستم. اینجا چی کار میکنم؟ همش از پشت پیچرفی کاتک اینجا بیا کار نمیکنم. لبن با کی میگویم؟ ایست لبن. احوالم رو بین. اوه کاتکیلاس. ای دخترها اکنون در تنفس یکدیگر را میبینیم. چرا تو اینقدر احمق هستی؟ رفیقان مادامی که امروز روزی آخری یک جای بودنمون هست بیاید همه یک جای یک رسم خاطره‌ای میگیریم. چی ها میگوی تو؟ اول امتحان رو سپاریم بعد رسم میگیریم. امتحان هم سپاریم چی میشود؟ هیچ کس دیگر نمیگذارد. اینها چیه؟ کنی بینم چیست؟ جواب سوال امتحان. از راستی اینها رو کی در اینجا گذاشته باشه؟ جونید این کار رو تو کردی؟ البته که من کردم. شما قدر من رو نمیدونید ولی من این رو برای شما کردم. از راستی تو اینها رو گذاشتی به اینجا؟ البته من برای این دختر همه کار رو میکنم. جونید اولین بار است که تو در حق ما نیکی میکنی و این نیکیت رو فراموش نمیکنی. جواب‌ها رو از یاد میکنیم. ما بیهوده درس کردیم صبح. نمیدونم با فکرت همین خیلی نموید. هیچ چیز بیهوده نیست همین خیلی نه؟ یک کلاس بخواب که ترمزم نمیخوام. چی کار میکنی دیوانه؟ آرام باش. برادر یک خبری خوش دارم. چی شد؟ اونان رو دستگیر کردند. چی؟ اونان رو دستگیر کردند. چی ها میگویی تو؟ یک پادشاه رو پرونده است. چی میگویی شوکت؟ کدام پادشاه؟ اکتیوری تئاتر نقش پادشاه رو بازی میکرده است. از کجا میدونم؟ لیوین این خبر رو به من داد. فهمیدم پادشاهی که در صحنه بود. به فکرم آن رو پروند. اما به ما چی؟ پرونده باشد به ما چی؟ خلاص شدیم؟ خدای تابه. احیانا خلاص شدیم. صاحبی این اساس شدیم. تو پادشاه رو میشناختی؟ نه از کجا میشناسم؟ ما برای خود شاد شویم. از پادشاه به ما چی میرسه؟ وای بیچاره کی باشه؟ وای کمی با تو صحبت کنیم احمد. آها چیز اما تنها. عالم‌ها اثبات کردن که آشخانه‌چی باید قطعی معلمان نبسته. رحمت جناب شوکت. برای کار من میرم. چای کش با تو بهای 5 میدیم. اوه 5 گرفتم. بای نکن. بفرمایید معلم. کی خونه دار میشویم احمد؟ ما خانه دار نمیشویم. نفهمیدم. چیزی نیست که نفهمید. من به شما تکلیف خانه داری نکردم. شوخی کرده ایستاده ای؟ کی تکلیف کرده بود نباشد؟ نمیدونم اما کسی که تکلیف کرده باشد لطفاً با او خانه دار شوید. گرچه ولی آدم در زیر خاک است اما یعنی خلاصه کلام من با شما خانه دار نمیشوم. خانم جان این کارا فراموش کنید. ای گفته های کودک و طلبه ها درست بوده است. یعنی او دختری زیبا دختری امک شما نبوده است. دوست دخترتون بوده است. دوست دخترتون بوده است یعنی کافی سکنون خانه دار نمیشوم میگم. نمیفهمید. دوست دختر باشه دوست دخترم است. با شما چی؟ اما چی خیلی بشود؟ یک لحظه. حافظت را از دست داده ای و همه میگویم بعد میبینی تو. عمرم با دست بستن جنایتکاران لعنتی گذشته است. حاضر باشد از پشت یک جنایتکار بیشرف دستان مرا بسته اید و تو با این ناحق چشمانت را میپوشی. حیف بر تو بر این شاگرد. سردارم التماس با حسیات گپ نزنه. با خدا از گریه میکنم. با احساس گپ نزدم به اخ. با غضب گپ میزنم. از این جانم خلاص شود و بیرون برایم
با این کارهای ناحقی که در حق من کردی حتما جواب میدی. یک سوئیس، یک دختر، یک کلک فروختم. همه ما برادر این جواب‌ها رو کی واسه شما آورده پرداخته باشد؟ تو اینها رو ندزدیدی؟ تو دیوانه هیچ خیلی من خانه مدیر در اومده کاغذها رو میگیرم. این خیلی باشد این کارو کی کرد؟ هیچ کس سیفی کالت کلاس رو تقسیم کردن نمیتونه. ما هم گذاشتیم. ما رو کسی جدا کردن نمیتونه سبحان. زور کرده. دیوانه میشم موخی. هی برادر، سبحان این دختر رو که ها از آن خود کرده است. در نظرت میتوبد؟ خیلی در نظرم میتوبد. نمیبینی در پیش چشمانمون است. برادرم این آدم امروز از مکتب رانده میشود. چه خیلی رانده میشود؟ چه خیلی میشود؟ این چی است؟ مکتوب عشقی که سبحان با ملبه بانو نوشته است. چی؟ منم خیلی این خپک تای تپک بوده است. ای جنید، این رو میفهمم که حسن خط سبحان نیست. فکر کردی من به عقل هستم؟ فکرشو نکردم. این کار رو پروفسیونال ها اجرا کردم. 100% به حسن خط سبحان مانند است. برای این کار پول زیاد صرف کردم. این کار رو کی کردی؟ تو خوابی که من نقشه میکشم. آغوش کن، کمی دیگر مونده است. اینقدر تو آدم فتنه انگیز بوده ای جنید. حلالت با. سردار، اون وقتی که خواست طرف کلتکلاس پراند پادشاه را پرانیده است، برای همین دستگیر کردند. چیا میگویی؟ کدام پادشاه؟ اونال کلتکلاس رو در داخل تئاتر دستگیر کرده بود است. پادشاه با بین در اومد است، او را پراندند. همین خیلی گفتند. در تئاتر؟ کلتکلاس باز چی نقش آفریدنی است؟ کمیسر رو دستگیر کرد. اگر کارش رو به آخر نرسانیم ما رو نیز محو میکند. مثل کمیسر زندانی میشویم. همه آماده شوند. کلتکلاس پگاه باید کشته شود. فهمو سردار. لوین حاجت خانه در اومدن لازم. گوش کنید خیلی نمیشد. همه در سود منتظر شما هست. تو بیعقل هستی. در شیمام ترک کنم. اقلا 20 دقیقه خودتون قبیده نمیتونید. احوالم بد است. برید بچه ها خودشو خالی کنن، در پوش در ایستید با گرفته بیاره. مالش داب سر دارم. نه میگریزم. نگریزه خوبه. نه جناب، چه خیلی شده ورش راستیگه من هم نفهمیدم. این تنبال ها چه خیلی صد بلی میگیرن؟ کسیش پرگلکشون دادگیه. جنابی میتد، ما شما رو در این مکتب به خاطر موندیم که صاحبی کنید. تو باشی یک صنف تنبال رو تقسیم کردن نتوانستی. اگر اینها یک جو شوند ضرری زیاد میرسونند. جنابی دیرکتور، برای به اجازت در اومدن بخشش میپرسم، اما با شما یک چیزی مهم رو گفتن میخواهم. چی بالو زد میجگان؟ استاد احمد حافظش در جایش نیست. چی؟ هیچ چیز رو در خاطر ندارد. از همون مهم عشقمان رو، یعنی با این خیلی حافظه پریده درس دادن غیر امکان است. تو رو دستگیر نکرده به محبس نمیروم کلتکلاس.
کجا شدن این آدم ها؟ اشکن منم تو دار خیلی تیز کنه نوخی سولیه دا دیر می شود اکرم نگه خطر بسیارم عیبه اونا احمق گریخ بگم اونا محکمه گریخ در آنجاست دوید گوش کنید یکو کس نپرونه یکو کس نپرفتیم میلیس در کجاست؟ در نزد دوگانه‌اش است پیشتر هم گفت چی کار میکنه در نزد دوگانه‌اش؟ کی هست این دوگانه‌اش؟ نزد دوگانه‌اش نی بابا میلیس در نزد کلتکیلس است چی؟ چی؟ ترگوت لبای آقای اکرم ترگوت میلیس را در حال به اینجا بیارید زود باشید مایل شکر برس اونالی نامد خدا راستش رو بگم از شما این خیلی موفقیت رو انتظار نبودم با خدا استاد چیزا رو دورم میگم از شب تا سحر درس تیار کردم تا صبح درس تیار کرده بوده است از پشت شما شده قریب به دست اون علی دیوانه میافتیدم خیر بچه ها موفق شدن مهم نیست همین خیلی دوام دادن مهم است خیر بچه ها باز میبینیم البته دوام میدیم دیرکتور شما رو جیغ میزنه خیر تو بازدی خیر استاد من حیران شدم چرا حیران میشوید خیلی سربال گرفتیم کنی زود را کرد ابله اکا همونش عجلو با مین است چی شد؟ پدر لعنت من به تو نگفته بودم که اینجا مواد مخدر نفروشن؟ راستیست اکا من مواد مخدر نمیفروشم اگر یوبم خدا میکشم کم شو مرا گوش کنید رگهای خونگرد این حرامی را بریده در بین راه پرتوید از خون روی زیاد خودش میمورد بگذار عبرت شود برای دیگرها ای کورا نکنید اکا کم بگی दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है सारी सारी रात जगाता है यही अखियों से नींद चुराता है सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही हंसाता है पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीवाना है مردک چی شد؟ این حرامی رو چیکار کنیم؟ ای کورا نکنید اکا با خاطر معلمه امروز میبخشیم مرا گوش کن اگر بار دیگر تو را در حالت فروش مواد مخدر دستگیر کنند پرانده و سیمچوب میآویزیم اکنون گم شو اکا توبه کردم دیگه تکرار نمیکنم گم شو از اینجا احمق مرا نگاه کنید چی ایستاده اید مرا به نزد ینگه اتم برید ینگه؟ کدوم ینگه؟
فکر میکنم همون دختری که نوکر به مکتب در اومد همون رو میگوید. بله بله رفتیم به مکتب میداریم. کدوم دختر؟ دو اطرافت نگاه کن، زنی زیبایی در اومد. بابا چختران فروز گردن کده کسی بگذاره نگاهش بگیر. شما آدمی بی حافظه رو آموزگار ماندید؟ من هم نمیدونستم جناب، خودی حاضر فهمیدم. دروی هرچی شنیدم درست است استاد احمد. حافظت رو از دست داده ایم اگر. چی جناب؟ حافظم رو از دست دادم؟ کی گفتین رو؟ من گفتم. مرابط آن خانمی که پیشتر در اومد کی است؟ معلمه انگلیسی نامش بانو. بانو شرع من در جای معلمه باشم میره نگاه نمیکنم. چی خیلی که به خانم اولش عاشق شده بود کو و خدا که همین خیر شد. برای تو شده این مکتب را میسوزانم. اکی کنون چه شد؟ چرا ما این مکتب رو باید آتش زنیم؟ و این مکتب مکتبی نو است. ما باید این مکتب رو خریداری کنیم. آفرین با تو شرف، آفرین با تو. مثل که گربه موش به دست آورد. بله بیا به مکتب میدرایم. آفرین شرف، کاری کردگت رو کرده. پیش درو دم شو. یعنی خانم میزگان به خاطر که تکلیف خانه‌دار شویش را قبول نکردم این را بافته است. این خیلی نکنید معلمه. روی راست مرا تهمت میکنید. خانه‌دار شدن نمیخوام، مجبور نکنید آخر. نخواهید خانه‌دار نشوید. مگر من دروغ میگویم؟ معاینتان درست کار نمیکنند. همین خیلی؟ جنابی دیرکتر، مرا که باور نکنید از دکتر پرسید. فهمیدم. این خیلی باشد راستی گپ. من هم بسیار زیق شدم استاد احمد. یعنی اگر جناب نجاتی با ما موافق باشد نباید چنین استاد در مکتب ما درس کنید. میتونید جلو پوستک جمع کنی و هوی خری ایجا. البته در حال فرمانش رو براره. حافظش رو از دست داده است. درس داده نمیتواند. چی میتواند به طلبه ها آموزاند؟ یگم کس از جایش نجنبد. صاحب این مکتب کی هست؟ کدام خانه؟ همین؟ یک سیست. مادر؟ ملیس تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ باز با من پیامک نویسی که بیرون از شهر هستم. بیا میرویم ملیس. و هیچ کجا نمیروم مادر. میرویم گفتم. شما چیکار میکنید؟ اینجا مکتب است. مگر چنین میدرایم با مکتب؟ تو خاموش باش. صاحب این مکتب کی است میگویم؟ منم. مکتب چند سال؟ این کانون دیوانه چی میخواسته باشد؟ بخشش نفهمیدم. مکتب رو میگویم که چقدر ارزش دارد. جناب نادرست فهمیده اید. این مکتب فروشی نیست. ای گوسفند تو گپ را نمیفهمی. چند سوم است میگویم چند سوم. کی گفت که من اینجا هستم؟ زهرا گفت همین خیلی؟ ملیس مرا شرمنده کرده ایستاده ای. چیکار میکنی تو؟ ها چیکار میکنی؟ بیا رفتیم. بیا ملیس. مادر به هیچ کجا نمیروم گفتم. منی دی نکن دختر. نمیروم. رهایم کنید. بایسته دارید که دخترم بازار نیامد. بایسته. رهایم کنید. گفتم سرده. رهایم کنید. سرده خواهش میکنم. اشوهایش. برادر تو
چیکار میکنی ها؟ جنایتکار در کوچه پایانی است. با اینجا بیایید. محترم جناب کنعان، شما را به مناسبت صاحب این مکتب شدنتان مبارکباد میگویم و گفتنی هم که ما باید استاد احمد را از مکتب برانیم. اجازه دهید من رفته حجتهایش را آماده کنم. احمد شمشک گفتنی آدم است، مثل تربوز و انگور مانندند به هم دیگر. آبا شوکت با من گفت که مثل داملازیا یک نفری دیگر است که من باورش نکردم. عجایب استاد، وای آدم با آدم اینقدر مانند می شده است. ما یک خدا رحمتی داملازیا داشتیم، با او بسیار مانند استیم. همین قدر مانند می شده است. نه نامتان چی بود؟ احمد شمشک. یعنی احمد راهبر اجازه ده او را با استاتی از مکتب خارج کنم. چی میگویی تو؟ مگر شما این دوگانگی داملازیا را از کار میرانید؟ یعنی جناب باید طبق آیین‌نامه عمل نمایم. چه ها میگویی تو؟ داملازیا برای ما احترامی زیاد داشت. نفری که با او مانند است بالای دستانمان میبرداره. با خدا بسیار منت دارم جناب کنعان، سلامت باشید. من اکنون با اجازه شما باید روم، خلل نرسونم. خواهش میکنم استاد، اجازت از شماست. ما برای زیارت شما آمدنی بودیم، اینجا نصیب دیدار بوده است. نه روز بخیر. اکا قانون مرا گوش کن. با خدا همین آدم کالتکیلاس، افت اندامش رنگ کالتکیلاس. تنها اندامش؟ تنها اندامش؟ همه چیزش مانند است، مثل کاپی او هست. تو میتوانی برای اکنون مکتب است من. یا خدایا، این کنعان دیوانه مکتب رو چرا خریده باشد؟ مکتب رو چی کار میکرده باشد؟ یا اینکه احمد شمشک بودنم رو باور نکرد؟ اگر این خیلی همه شد چرا یک مکتب رو میخریده باشد؟ همه دلیرای تنگوش کنید، همه کسا درون دعونده پرید. اگر بترسید در نفره طرف، در نفره طرفی دستی چپ. انشالله که اونا لکولاله میخرن. تو را آخرین بار آگاه میکنم، از نبیره هایم دور باش، وگرنه چه کاری که شود نشود تو را میکشم. گوش کنید جناب، به خاطری که با کالتکیلاس گفتنی آدم مانندم چیزی نمانده بود که مرا میکشتید. به خاطر میلیس کاری نکردم، اما یک بار دیگر روبرویم آیه شما را نمیبخشم. با من بازی نکن. بار یکم فریب خورده بودم، ملا بودنت را باور کردم، دوست بر آمدی. دیگر فریب نمیخورم. باور میکنید یا نمیکنید پروا ندارم.
اگر بار دیگر روبرویم برایید از بالایتون شکایت میکنم. عمر باقی ماندهتان را در محبس میگذرانید. لطفاً با من بازی نکنید. اوه این چی است؟ مکتوب هم بوده است. معلمه من شاگردتون از صنف 12B سوپان هستم. اولین باری که به درس آمدید نسبت شما احساسم بالا رفت. عشق شما را در دلم جای کردم. با فکرم شما هم نسبت من حسیاتی دارید. عاشق شیدای شما هستم. همه حسیاتم را به شما طریق این مکتوب خواستم گویم. نگاه‌هایتان، خنده‌هایتان. این کار رو ببین. از فکرم دور نمی شوید. هر روز عشقم نسبت شما زیاد می شود. شما را همیشه دوست خواهم داشت معلمه جان. این به تربیه رو ببینای. صبحم کانی یگون شعر قرائت کن تو. май мехӯраму мухолифон аз чапу рост гӯянд махӯр бода ки динро адост чун донистам ки май адуи дин аст ороби шеър қироат карда ҳар замон ба сена нигоҳ мекунад. нигоҳ кунад. муаллимаи бону мактубро дида девона шудагист. мебинем ки имрӯз аз мактаб киро пеш мекунад. дигар ба сенанҷом наздик шуда наметавонам. сари кӯҳи баланд фарёд кардам диламро аз қафаси танг озод кардам. ака ту зуҳроро дӯст намедорӣ? ин чӣ гап аст битул? албатта дӯст медорам. набошад мелис дар хонаи ту чӣ кор мекунад ака? ин кор дуруст аст? битул мелис рӯзҳои сахтро паси сар мекунад. барои ҳамин дар хонаи ман аслан рӯзҳои сахтро зуҳро гузаронда истодааст ака. ту бояд дар бари ӯ бошӣ. ин ҷаҳонро нигар бо чашми хирад на бадон чашм ки андарун нигарӣ ҳамчу дарёс вазнаку корӣ киштии сӯзтобадон бигзарӣ. дар куҷосон бешараф? муҳтарам директор чӣ гап шудааст? субҳон кани нигоҳ кун. ин ҳусни хати ту аст магар? ҳусни хати ман аст аммо ман нанависам инро. ин рост куҷо ёфтед? он рӯзе ки мактабро оташ задӣ бояд туро аз мактаб хориҷ мекардам, аммо устод аҳмад ба ин монеъ шуд. муҳтарам директор сумкаатро гирифта зуд ба берун баро. охир ман ҳоло ҳам гап мезанад. мо ба ту стипендия намедиҳем ки ба маълимаҳо мактуби ошиқӣ нависиву обрӯи мактабамонро паст кунӣ. илтимоси хел накунед. устод ту гап назан. зуд баро гови бешох. тамом шумо равед субҳон аз паси шумо меоям. лутфан ту дарсатро давом деҳ. ташаккури зиёд. баро субҳон. бачаҳо биёед дарсро давом медиҳем. ба худо туро намефаҳмам ака. вақте ки мелис дар хонаи ту ҳаст дили зуҳроро чӣ хел ба даст меорӣ? инро фикр кардӣ? битул ман ягон хел карда дили зуҳроро ба даст меорам. ту ин корро яксо гузор. имрӯз самии абла аз пешам баромад. рӯи рост дар кӯча туро аз ман хостгорӣ кард. ба худо қасам ба хотире ки шиносномаамро фош накунад гуфта худамро ба зур доштам, вагарна зада маибаш мекардам. ин ангуштарин ҳоло ҳам дар дастат аст. ба он гап назадӣ? эй ака. битул ака пака гуфта нашӣ. ман туро ба вай намедиҳам. ӯро бовар накун. вай одам барои боварӣ нест мегӯям.
در آخر از این دیوانه خلاص شدیم. دفع شد. چی شده؟ دیگر دختر نمونده است که تو با معلمه بانو مکتوب می نویسی. به شرف. از همتون نفرت دارم. من دیگر اصلا با این مکتب بر نمیگردم. به شرف ها. آرام شد. به این هم از مکتب رونده شدی. تمام. ای تو به من نگاه کن. همش از پشت تو شد. اگر تو به این مکتب نمی آمدی صبح نمیرفت. همش از پشت تو شد. چیکار میکنی تو ایستو؟ تمام. به تمیز مثل که غمگین شده است. بس است. راه گرد میرویم. هرچی نگوست داشتم با از دستم گرفت آخی. راهبر اینجا دم امضا مونه. اینش چیست؟ ساده کرده فهمانم یک طلبه نسبتی معلمه بانو به حرمتی کرده است. کیش باید پدر لعنت؟ برای این کار ما طلبه را از مکتب خارج کردیم. اینها حجتهایش می باشند. بسیار خوب کردید. بسیار خوب کردید. غیر از این برای معلمه بانو یک اتاق زیبا تاسیس دید. باز کاتبه هم دید. گپش را دو نکنید. معلمه بانو؟ بله؟ چه زیبا گوی خودت. محترم دیرکتر، من به شما قهوه گفتگیتون رو من آفیس اکای کانون اومدم. شوکت؟ اکای کانون؟ نمیگی بدبخت؟ محترم دیرکتر، اینجا رو هم ضبط کردید؟ خیلی من میروم. شد میتونی روی. این قهوه نصیب شما بوده اکای کانون جون، بفرمایید. شوکت، یک خانم رو دیدم، عاشق او شدم، از برای او مکتب رو خریدم. آن شما برای حلالتون بوده که چشم عاشق کور است میگن. هیچ رو نمیبینن. بخدا که کنون من شما رو 100% میفهمم، چون که من هم برای دختر شده آشخانه همیشه را خریدم. میدانم شوکت، با پولی ما خریده بودی، اما چیزی نیست. پولی که برای عشق خرج می شود حلالت باده. ای در زبانت بمرو مکه کنون. موضوع سمی را پشت لطفاً دیگر نشنوم بیتول. من میرم. سبحان، چرا اینقدر زود قبول کردی؟ همه میدوند که تو این مکتوب رو ننوشته ای. این مکتب دیلم رو گرفت. بهترش از اینجا میروم. دیگر هیچ چیز مانع من شده نمیتونم. هیچ چیز گفتی؟ سبحان، من نمیخواهم که تو از این مکتب بروی. چرا رفتنم رو نمیخوایی سنم؟ چون که این مکتب رو به تو دوست نمیدارم. خودم رو تنها حس میکنم. به تو تنها میمونم. تو که روی من تنها میمونم. از این مکتب چرا رفتنم رو نمیخوایی سنم؟ فهماندم کو. تو سینه رو پیدا میکنی، راحت میشوی. پروا نکن. رفتنت رو نمیخواهم، چون که تو رو دوست میدارم. برادران، کافی اکنون خدایا توبه. از پسم دور شوید و مسجد آمدیم. رهایم کنید میگویم. شما نمیفهمید؟ من امام هستم. امامم من. رهایم کنید. من امامی انا همین مسجد هستم. رهایم کنید برادران. جماعت منتظر است. جماعت، من با شما گفته ایستادم که مرا جماعت منتظر است. مرا رها کنید. رها کنید میگویم برادران. افسوس که های خدا، های خاموش باش، تو دیوانه هستی. چرا از دیوانه خانه میگریزی؟ من بیمار نیستم. من امامم. من مولا هستم. البته من مولا هستم. یا خدا توبه، جماعت منتظر است مرا. انشالله این مراتب خوب می شود اگر طبابتی درست کنید. دمت رو گیر پیش دارم. مرا رها کنید. رها کنید برادر. رهایم کنید برادر. نمیفهمید؟ من امام هستم. جماعت عزیزم امامتان را
های شده ملای خوبه نبود و برحال ملایم جنابی کنان و انا همین رفیقا گفته بودم که این رو از رسیبش میگیرم. به این همولای دیوانه را در دیوانه خانه خوابانیده بودند. یعنی طبابتش تمام نشده است. بینید رحمتی داملایمان دایید درد امام را میگفت. دیدید کرامت داملایمان را؟ اکا هون او آدم کالتا کلاس نیست؟ ای خدای مهربانی منه، تا با دشواری نفتی خوجه خیزر دستگیرت نمیشد است. با دوگانی کشید و ما میدیم. استاد 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 چی کار میکنید؟ باز دیوانه شد چی؟ السلام علیکم استاد. علیکم سلام. استاد من از شما یک خواهش داشتم. استغفرالله چیزی نیست، بفرمایید. اما مکتب رو خریدید، بخیر است؟ بخیر است استاد. یگان وقتی مساعد من همش را با شما نقل میکنم. استاد میگویم خواهشم را مثل یک صاحب مکتب قبول نکنید، بلکه مرا چون یک شاگردی هدایت یافته داملازیا و بنده گناهگار به نظر گیرید بسیار خرسند میشدم. استغفرالله گویید، بفرمایید، گوشم به شما. استاد خواهشم این است که امام مسجد ما داملای دیوانه بیمار است، در بیمارخانه خواب میکند. از شما خواهش میکنم بعضا آمده امری معروف کنید، ما از این استفاده برده ایمانمان را مستحکم کنیم. آبا چی شد؟ باز همان کارو بر میشود چی؟ این خیل میشود مگر جناب کنان؟ استاد بله گوید، ما رو نرنجانیده. خب بعضا کوشش میکنم که آیم. خدا از شما راضی باد استاد. از هممون راضی باد. مانندی دامولا کلتکیلاست است، مثلی که از قبر برآمده است. اوه استاد جانی من در لبی دریا ماهیگیرها رو دیدم، در حال بسرم یک سوال آمد پرسم. خدای تا چرا اینقدر فکر کردی؟ خراب شده پرس سوالات را. استاد ماهیگیرهایی که با قوای برق ماهی میگیرند آنها یک گناه میگیرند یا اینکه 3-4 گناه استاد؟ 3 گناه میشوند. 3 گناه؟ استاد برای چی 3 گناه؟ همین را پورتر میفهمونده. ماهیگیر 3 گناه میگیرد اجربایی. یکمش قوای برق را اسراف میکند، دومش تخم ماهی را از بین میبرد. فهمیدی؟ سومش را خودت یاد. ای استاد همین سومش را هم میفهمونه داخل. مجبورم باز از پیشم برآمده سومش را پرسم. گذر رهایم کنید. ملیس مادر رفتیم. رهایم ملیس رهایم کنید. میگویم شما نمیفهمید. سرده راهگر به درون در. مادر چیکار میکنید شما؟ این چی کار است؟ ملیس من چی کاری که کنم برای خوبی تو میکنم. آقای اکرم ملیس را آورده در خونه محکم کردیم. ترگوت بدون اجازت من ملیس پایش را به بیرون نمیگذارد. در اتاقش درش را محکم کنید و خانم تولین هم بگو که در حال به خانه بیاید. اوه نهایت جانم از ملیس خلاص شد. اکنون بین من و زیان نمیدراید. نمیدراید. از او آدم دور میشوی وگرنه بابایت ما رو پیش میکند، 1 درهم هم نمیدهد. مادر شما چی ها میگوید؟ من پولمون نمیخواهم. من میخواهم. کلت کار نمیکند. مرا گوش کن، به هیچ کجا نمیروی. گوش کنید، چشمانتون رو خوب کشوید، رهایش نکنید. مادر ملیس تمام. با دقت نگاه کنید. مرا از احمد جدا کردن نمیتوانید.
چی میگویی؟ آنا زهرا برای جواب دادنت تشکر میگویم. ترسیدم که جواب نمیدی. اصلا باید جواب نمیدادم، اما باید بگویم که دیگر به من زنگ نزنید. فهمیدید؟ من هم خواستم بگویم که اگر با من وا نخوری به خانه‌تان میآیم، یعنی مخفی و پنهان نمیدرایم. زنگی در رو زدن میدرایم. با خبر باش. خیلی نکن التماس. بابایم در خانه است. این دفعه در حقیقت میکشد. پروا ندارم، بگذار کشد. بعدی از دست دادنی تو زندگی من معنی ندارد زهرا. استوزیو بین تا اون زمانی که اون دختر در خانه توست وا نمیخوریم. فهمیدی؟ تمام، قول میدیم این شام او را میگویم که رود. مهمش با تو آشتی شوم. میایی؟ تمام میآیم. آخرین بار شانس میدهم. در کجا؟ تمام، بای بای. مهم نیست که او در خانه‌ات است. مهم اون است که او را از خانه‌ات پیش میکنی. زیاد من تو را خیلی عذاب میدهم، اما شکرگویی که تو را دوست میدارم و پرواز کنان میآیم. احمد در کجایی؟ بیا نجاتم ده عزیزم. بسیار یاد کردم تو را. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. اکا کارش را تمام کنیم. بیا ما دیگر یک دیگرمان را نرنجانیم. نمیشود؟ میشود، ولی از تو بس است. دیگر نام میلیس را از دهانت نشنوم. قول میدهی؟ قول میدهی؟ تمام، قول میدیم. من اکنون به خانه می روم. تمام، من تو رو تا خانه تان می برم. نه اگر بابایم بینن میدونی کو. میدونم، مایلش این خیل باشه تا نزد ماشین برم. اوفه، خیریت که این کارا نیز حل کردیم. حاضر به خانه رفتم میلیس را پیش کردن لازم. اوف، اما چه خیل به میلیس رو گویم من؟ چه خیل میکنم من؟ اوف.
یا خدایا تو مرا یاری ده. اوف. راهش را بندید. بارانش کنید. در وجودش جای خالگی تیر نماند. کی بودند؟ چی بودن؟ روی راست همه را کشتن؟ کی مرا نجات دادن؟ یا خدایا چی حادثه شد؟ اوف. میلیس؟ میلیس؟ میلیس؟
جای برادرت گذشته فکر کردی از من خلاص میابی؟ درباره کدام برادر میگویی؟ چی میگویی؟ میلیس در کجاست؟ درست کبزن بیشرف. نمیتونم نگو با جای برادر دوگانه که احمد شمشک گذشته از همه پنهان شدی، اما دیدی که از من پنهان شده نتوانستی. کسی که مرد برادرم احمد شمشک است؟ حالا هم مثل که نمیدانی بیشرف. گوش کن، از پشت تو شده کودک تولد نشده ام را از دست دادم، همسرم ترک کرد، کارم را از دست دادم، حاضر از قانون میگریزم، همش از پشت تو شد. در محبت پرسیده میروم، اما در اول تو را کشم بعد حبس میشوم. راحت با آخر رسید بیشرف. کلمات را عرضه کن. تو را به نزد برادر دوگانی کت روان میکنم.